باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست. گر زندگی است دیده به دیدار می رسد. دیده به دیدار همدیگر می رسیم. السلام علیکم. واقعا خورشید که بگاه رفت صبح دیگر باز می آید و شب انتظاری ما، شب هجران ما پایان می پذیرد. دیده ها به دیدار می رسند و لذت بیدار می رسد. یک لذت از محبت و از صمیمیت و از مهر سرشار می رسد. من چرا امروز برنامه را دیده به دیدار می رسد گفته آغاز کردم؟ چرا درباره رسیدن به دیدار نوشتم؟ من لذتی را احساس کردم که طول 4 سال انتظارش بودم. راستی گفتن هم یک قابلیت مکمل طلب می کند که کمتر احساس خود را فرو نشانی و حرف زنی. در شبکه اجتماعی فیسبوک به من خیلی از خواهرکان در روسیه زحمت کشیده ایستاده می نویسند که به دیدار فرزندانمان طول چند سال است که نمی رسیم. اگر رفته آیم رهگیرا پل 1 ساله زحمتمان می شد. به همین خاطر فرزندان را امانت گذاشتیم و آمده کار میکنیم و بر پیوندان پول میفرستیم تا همان روزی فرزندکانمان، تا همان بخچه و کالای عروسیشان آماده شود. من آنها را خوب درک میکردم چون که خودم هم در حالت آنها بودم، اما چون به دیدار فرزندان خود رسیدم امروز همین برنامه را چنین نامگذاری کردم با آن امید، با آن نیت که دیده به دیدار شما هم رسیده باشد. آن مادر جان هایی که کمش 2-3 سال، زیادش تا 15 تا 18 سال این جانب فرزندانتان را ندیدید. خصوصا سخت تاثیرناک بود نوشته یک مادر جانی که قریب همسال من هستند، کمی کوچکتر از من، و همین خواهر گفتند که چون 4م فرزندم دختر به دنیا آمد، شوهرم ما را پرتافت و رفت به روسیه، گذاشت. شاید دیگر آیله بنیاد کرد، من دیگر از او خبری ندارم، اما 4 دخترم را همراه 4 دخترم را به مادر گذاشته من هم به روسیه آمدم که مهنت کنم در مهاجرت و همان دخترکانم گرسنه نمانند، به لباس نمانند، خنک در خانه خنک نمانند. و همین خواهر گفته بود که 18 سال باز بر تاجیکستان بر نگشته و همین کودک کوچک، همین دخترک 4مش 18 ساله شدند. من درد این خواهر را خوب درک میکردم. دیده به دیدار میرسد یا لذتی دیدار یا خود همین دیدار میرسد گفته چرا چون این نامگذاری کردم؟ چون که محض برای همین خواهرکانی بود که تشنه لذتی دیدار، تشنه دیدار فرزندان و پیوندان هستند. خودم به دیدار فرزندان رسیدم، به شما هم همین لذت، همین سرور و همین هیجان و همین خروش احساس مادری را تمنا میکنم. و فقط مادران و خواهران نه، البته که این درد وزنین‌تر برداشت مردها است. چرا؟ چون که قریب 90% مهاجران مرد هستند و خیلی از مردان خودشان در کودکی و کوچکی از دیدار پدر سیر نبودند، باز خودشان هم به روسیه رفتند و فرزندکانشان به دیدار پدر سیر نیستند، اوبالشان کرا میگرفته باشد و همین مردها هم بر دوششان یک بار گران، یک خاطره های است، یک بر دوششان همین زحمت زندگی است که دائما تشنه دیدار فرزند و پیوندان و اهل خاندان میمانند. بعضا دردناکش همین است که دیدار مادر را آرزو کرده بر وطن برگشته در این خانه مادر را میکشایند، جایش خالی است، علم میکند، خیلی پر علم است. خب دیدار میرسد، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. دیدار شما از چهره های نورانی خویش و تبار و دوست و یار و پیوندانتان سیر باشد، دایما دیر باشد هم خداوند میسر گرداند دیدارها را. گفته تمنا میکنم. انا این برنامه را خیلی میخواستم با یک سرور و هیجان ما گذرانیم. برنامه شماست. پرنده های مهاجر نام دارد. یک خودی من مهاجر نیستم، همه شما مهاجرانید عزیزان. آنچنانه که خودم همین عباره را بر شما یک تمثیل کردم، شما را بر نان بیارکان وطن گفتم. پرنده های مهاجر، پرنده هایی که
موسمی می آیند باز می روند. موسمی نگفتیم، مهاجر گفتیم، چون که پرنده های موسمی بهاران می آیند زمستان می روند. پرنده های مهاجر ما در 3-4 زمستان یک بار برمیگردند. و همین خاطر خب یک معلوماتی عجیب برای شما هم آماده کردم. در وجود انسان یک عضو است. این حدیث است. رسول اکرم درود بر روان پاکشان، درود بر آل و اصحابشان میگویند که در جسم شما یک عضوی است که سالمه آن از سالمه تمام اعضای تنتان خبر میدهد و بیماریش بیماری تمام وجود شماست. وابسته بر همین عضو و به شبهه این عضو دل است. درباره یک خود دل قریب زیاد از 100 حدیث وجود دارد. مثلا تاریکی قلب، این از تاریکی دیده هم بدتر است. تاریکی قلب انسان تاریکی ایمان اوست گفته شده. و همین حدیث که در آغاز گفتم به شبهه این دل است که تمام وجود شما را بازگو می کند. هنگامی که در بطن مادر جنین پیدا می شود، اولین عضوی که به کار می درآید دل اوست. همین که 4 هفته یا 3 هفته که شد بر تشخیص اولتراسادای می روید اوزی و لکه در همون ورقه که از تشخیص گذاشتن زنها در آنجا کلمه سرتسبینی یعنی نبض او را می نویسند و پلوس صلیب می گذارند، یعنی پلوس دل جنین تپیده ایستاده است. هست از بودنش تپیدن دلش درک می دهد. و در هنگام پیدا شدن جنین در بطن انسان دل می تپد، در حالی که هنوز مغز سر انسان تشکل هم نیافته است، هنوز قریب نیست، ذره چه بودگی است، اما دل الکی تپیده می ایستد و تپیدنش الکی در تشخیص اولتراسادایی معلوم می شود. می دانید چرا؟ چون که دل انسان یک میدان مغناطیسی دارد که از مغز یک نیروی برق دارد، یک منبع نیروی برق است که از مغز سر انسان 40 تا 60 مراتب بلندتر است و میدان مغناطیسی دل 5000 مراتب از میدان مغز سر فراتر است. بعضا شما میفهمید یگان چیز را قبلا آگاه شده میمانید که معذرت میخواهم، این مغز سر درک نمی کند، دل انسان درک می کند. خیلی از عالمان گفتند که این یک قابلیت مغز سر است که اطراف خود را درک می کند، اما این دل گواهی داد می گویند. دل انسان خیلی چیز را گواهی می دهد. انا مثلا در یک کتابی که خوانده بودم هنوز در آوان مکتب خانه، در بلغارستان یک جوان کار می کند، در بروسی گوییم بلغاریا، در کشور بلغار جوان کار میکند که مادر تنهایش در روسیه زندگی میکند و این جوان کوشش میکند هنگام بازگشتن بر مادر، اون وقت گوشی موبیلی نبود، تلگرام نویسد که مادر من رفته ایستادم بر وطن، اما فکر میکند مادرش پریشان خاطر است. چه خوش میشد اگر یک بار در آمده بیاید، چون که مادر میخواد پسرش را در همون وокزال در ایستگاه قطاره ها پیشواز گیرد، در راه ایستگاه راه آهن، و مادر یا یگان چیز را در برق میگذارد یا یگان کلید گاز را خاموش نمی کند که خطر دارد. به همین خاطر جوان با پاچت می درآید، تلگرام نویسم گفته در 90 ایستاده برآمده می رود. وقتی که از قطاره از پویست هم تو فرآمد میبیند مادرش یک دسته گل کلان گرفته به پیشواز پسر ایستاده است. در حیرت میماند، میگوید مادر تو چطور درک کردی؟ چطور فهمیدی که من همین روز به روسیه میآیم؟ مادر میگوید پسرم آخر تو تلگرام روان کردی کو؟ پسر در حیرت میماند، میگوید چگونه میتوان مادر، چگونه میشود تلگرامی که نفرستادم آمده باشد؟ انیق نفرستاده بود. هر دو بحث میکنند و هر دو به پوچت میروند. پسر میخواهد انیق کند که آیا تلگرام آمد یا نه، کارمندان پوچت میگویند نه، چون این تلگرام نبود. و وقتی که از همین حالت در گزیت می نویسند یا چیز دیگر عالمان واقف می شوند، بعد خیلی از چنین حادثه ها را گرد می آورند که دل انسان گواهی می دهد. از روسیه تا بلغارستان خانه همسایه نیست، راه نزدیک نیست، خیلی دور است. این حال با طیاره می روند، اما
مادر پسرش را از این قدر مسافه دور درک کرده است. دل انسان گواهی داده است. بعضا شما در زندگی از حالت می شود که می خواهید کاری را کردن یک و یک بار بر سرتان می زند که عیناً همین خیل کار و همین خیل جای را من قبلا دیده بودم و عیناً همین حالت بود. دل انسان قبلا گواهی داده بود همین حالت را و چون برمیگردند همین چون حالت رخ میدهد انسان درک میکند که بود همین خیل حالت، اما دلش فقط گواهی داده بود قبلا. خب گفتیم دل انسان بعضا حالتهایی می شود که یا هیجان سخت یا خبری خوش یا ناخوش رخ میدهد، ارتباطش را همون علاقهش را با تمام عضو یک بار کنده میماند، چون که خاطره دل علاهیده، خاطره مغز سر تماما علاهیده است و هنگام خبری بد یا دشنام سخت یا دل آزردگی سخت رخ میدهد، دیگر دل علاقهش را از مغز سر میکند، دیگر مهر و محبت و دیگر صمیمیت ها گم شده میماند و عقل هم شاید موقع در قلب انسان داشته باشد که آدم چی گفتنش را دیگر نمیداند، بالای غضب عقل برآمده میرود، یا حالت می شود خبر بد شنیده باشد گوشهایتان قلف میزنند، فقط همون فخاس صدا را میشنوید و گپی گوینده را نمیشنوید، چون که دل علاقه را برمیکند. از اینجاست که رسول اکرم درود بر آل اصحابشان گفتند تمام وجود شما وابسته بر سالمی دل شماست. خب آدمانی که دلشان حساس است دروغ، راست، فتنه بودن گپ را از گوینده الکی درک میکنند، چون که الکی خصوصیت چنین پیدا میکنند. 2 نفر وارد شدند. من خیلی میخواستم شما بیشتر حرف زنید امروز و شما در این موضوع، در موضوع دیدار فکرهای خود را گویید. اول وارد شدند امین الله یا امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به تماشابینان شما و بعداً تماشا میکردگی شما. گفتنی هستم که همین التماس میکنم با همین برنامه بدروین مقصد یک فکر نظر خطونه بگین یا لایک بونین یا پادپیسات کنین. با خدا قسمی یگان با کاری نیک موندگی باز میبینی که با یا نو عرب شوی یا غریب شوی ببروین همش میگیرن لایک پایک میمونن یا دختری حرام و نجس میبروین او یک تایگه شای پدنالت از توجیکو با درجه پجام بیمانی شدگیان در همی ویدیو باز پرامو فیلم دروین قطعی مردکو باز کردیستن خیلی با جای بیزه به نامشون میگیرن اگه در این فیلم شما گرفتن ممکن است یک گپا میزنن. به خدا قسم شرم میاد دیداری ما در مهاجرت با پدر مادر که شما بسیار موضوع خوب موندین، ولی که خدا میکنه که ما بریم با دیدار مادرمان میرسیم نمیرسیم اکیر الله تبارک میدونه، یا که ما اینجا یگان دوچار میشیم در یگان چی همین روزا که اومدن ملیسا اومدن داکیمنت داریم پاید همینجا جای زپرد نیزون ابدای پاید همین تریتوری ما دا زپرد بوده همینجا مرا بردن در درون یک چی یک جای چکری های هم درون چکری دا 3-4 نفر جو گشتیم هم درون دا در اومدیم یک جای لوی پری هایی سبر اومدیم هم جامو پری لوی بارون زاگی همونجا به خدا شرم میاده ما ملت به این درجه را پس شدگی نبودیم. ببینین اپاجا ما اینجا باز اگر با دیداریم پدر مادرمون یا زنده میریم یا نمیریم یا که میریم که پدر مادرمون گذشته ما را به خدا قسم همین تاجیکستان یک جایی هست که گفت همین مخالفه هم میگن یا مقصد دیگر بچه ها میگن ما داج زمین من گفتی گپا تنگه و طلا و سنگریزه داره ما در یک جای میایم که اینجا نه میوه خوشرو میشه یا نه چیزی چی داره نمیه زمین خالی داره نه که همین ملت اوژه عقل پیدا کردن. تک بگیریم ما شاعرایی که ما داشتیم بزرگایی که ما داشتیم در یگان ملت ممکنه قدر مقصد شاعر یا مقصد نویسنده و یا آدمای با عقل پیشتر نبوده پجون.
در جا نبودن. ما ایام علمای بزرگ نه که ما را چیکار کردن، هم یک دو تا مقصد یا سه تا نمی نجس خدوزاده برآمدن که ملت هم مقصد مفکوره بلندیش یا برای استودن خودش نمی یک چیزای تشکیل کرد که ملت تاجیکا با پستی بودن. بعد دیمش که اپاجون ما اوجه یا سنجش کردیم دا یا مردم افغانستان نمی رنگ شما ده زنگ میبروین همی با خدا قسم هم کابل چیم چی نوشته میبروین ده زنگ همی رد همی روان هم صحبت میکنم با درجه شیرین سخن گپ میزنن مردم فورس با خدا قسم با هم اجاشون چکاگین همی اینی همی طالبا دا بودگی دا اینی که از طالبا نمونده سنشون میگن نمونده سن خیلی و خیلی ظلم ای همه دروغ بوده. باز تماشا کردم چهار پنج کودک میاد دخترها را غم میته ویدیو دایی سوسه پریکول میکنن. این دخترها هم گریخته سن میگه خیلی مقصد میگه که ما را غم داده سن خیلی محلش هیچ گپ نه. دخترها گفته سن طالبا آمدن هم کودکها را پیش کردن گفتم مقصد آزار نتیم برن ای پشتکار بریختون نمیره یک رستوران نمیره یک چیزاکوی نو او یا چی میخورن یک گله لایک به خاطری که سخنای نیک دارن یک نامشه یا میرن یک کسی اردام میکنن قدشان یک اوقات میخورن همو میشوه با گفتنی من میشوه که همین مردمی که همین تاجیکا عرب شو و غرب شو و همه بروم دخترکا را قچاق میگیرن در کارهای بشرمی میکنن. مقصد نمی کارهایی که برای نمی دستون پول شده که بوده اینا میشیده کنم دخترش عدل نی بچهش عدل نی اونهاش برنامه کامیرای مخفی میکنه بچه که دیگه بوز بالای میره و همی تمام آدم همون پیشتره و وزیره را پریکال میکنن یا یاردم میکنن یا یاردم میکنن که یک شوخی قدمی است سلامتی تا بپرسه این سوسن همی یک کارت میکنه که با خدا قسم هم خیلی خوشی میخندی خودت با هم وقتت خوش میشه هم با آخرش کم طرف خرسان میشه هم چی میشه یا مردم زیق هم میبینن. این مردم ما با درجه آدم پس شدگیان میدرد همون میبینم من برنامه شونه با خدا قسم این دختراش میبرن پراموی فیلد قطعی مردکو این جوش تری یک گپای میزنن. بعد این مردم تاجیک این دختر یعنی اسلام ایبان برد این مسجد شتری شد این ملا را محکم کرد و شتری شد با خدا قسم این تاجیکستان جه ممکن ہے 20 سال 30 سال دیگه در کوره که بعد اینجا را آباد کنی با چه خاطر اوجه آدم او پکلن اوجه بیزب شدگی او آدمی که با فساد خوب اگر سر قدرت بیاید 20-30 سال نه لحظه کوتاه هم میشود به ابرا آورده چون که خیلی از بزرگان ملت که بیرون از وطن هستند آنها آمده همان با تفکر سالم با تفکر درستی از دولت های دیگر چی میگویند یک ریجه های درستی زندگی را از دولت های دیگر آورده جاری میکنند در وطن میشود زندگی خوب فرا آورده میشود فقط گپ در سر آن که راهبریت دیگرگون شود تغییر یابد در دیگر کشورها مثلا یک راهبری نو می شود و بعد تمام همان دستگاه را اپارات میگویند دستگاه را دیگرگون میکنند اما در ما فقط شахمت بازی میکنند جایها را عوض میکنند اما یگان نتیجه دیگرگون نمی شود از جای عوض کنی جمع شونده ها یا ضرب شونده ها سوم تغییر نمی یابد در ما همین قانون متماتیک است وضعیت همان اما جای عوض کنی بین رهبران کدام یک جای عوض کنی به منطق ایروز پرامای فیرتون بسیار میچسبد بله چی باید ترشید است با چنین برنامه کردم و میدانید دادر جان من چرا باز دیدار میرسد گفته چنین گذاشتم نام چون که امروز یک خبر شنیدم که 150,000 تاجیک و 150,000 ازبک را از روسیه چی یک کلمه تاجیکی و خب امنیستیا یعنی که بخشی در آنها را نیست عفو عموم
عفو کردند و خیلی خرسند شدم، چون که آنها هم چنانه که در تاجیکستان بیگناه در زندانند، از آنجا هم بیگناه در آنجا هم زندان شدند، از روی نادانی یگان قانون ویران کرده ماندند و اینها هم بر دیدار پدر و مادرشان میرسند. از زندان آزاد کردن؟ بله، 150,000 نفر را عفو کردن از تاجیکستان و همگی 300,000 نفر. این خیلی یک خبر خوش است. از روسیه عفو کردن و در این باره وادیم کاژانوف راهبر فدراسیون مهاجران روسیه خبر داده است از وزارت کارهای داخلی روسیه که اینقدر تاجیک و ازبک را عفو عموم کردن. پایگاه فرگانه در این باره خبر داده است. باعث خوشنودی است. من خیلی از دادرکان را هم می‌دانستم که قریب که بیگناه در زندان هستند. ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمی‌کند میگویند، اما بعضا ندانسته میماند. آدم یک گناهی را میکند که ندانسته ناقانونی میشود، اما اونها را حبس میکنند. خب دادر، خیلی یک صحبت خوبی داشتیم با شما، حرفایتان همگی بجا بودند. بسیار تشکر میگویم که با ما پیوستید و اشتراک کردید. اینجا باز یگون گپ دیگه مقصد با یگان چیز دیگه در این منومات خالی باشین میدرویم گپ میزنیم. خیلی خوش میشد. قدم زیده تشکر برای اشتراک. و نفر دیگر وارد برنامه شدن. من ایروگلیف رو خوانده نمیتوانم، اما خب یک علامت طرح هست و قبول میکنیم شاید. بله، دادریا خواهر هستند. شما رو گوش میکنیم. بلندگوی کشان گشاده است. السلام علیکم. مهمان برنامه مرحمت با علامت طرح و علامت دروپ میگویند. انا با این خیل علامت وارد شدن مرحمت حرف زنند. من باشم خبر رو به شما مکمل تر میگویم. در فدراسیون روسیه یک نوار ویدیویی از فدراسیون روسیه در صفحه یوتیوب با شرح داده شد. مهاجرانی که به کشور برگشته میتوانند معنی ورودشان از جانب وزارت کارهای داخلی صادر شده است. همین مهاجران عفو شده، اگر همین پلیس منع کرده باشد، این مهاجران عفو شده می توانند باز به روسیه رفته کار کرده. اگر سود کرده بعد دیپورت کرده باشند یا ویدوارینی میگویند که منع کرده باشند ورودشان را، آنها بر وطن برمیگردند. مهم این که از همان خلاص شدند، از زندان روسیه خلاص شدند. در زندان تاجیکستان بودن اذیت خیلی دشوار است، اما به هر حال در زندان‌های تاجیکستان چی میگویند، غذا حلال تر است نسبت به روسیه که آنجا گوشت‌های منع شده را میدهند و اگر خوراک را به گوشت خورید هم در همان آب جوشیده است گوشتش. و یک محبوس از روسیه آمده بود، حالتش را گفته بود که از گرسنگی بیهوده سرش چرخ زده میافتید در همون زندان، اما علاج نداشت و خوراک‌های پخته زندان را نمیخورد. در زندان که میوه و قند و سبزیجات و دیگر علاهیده برای که تو دیگر طعام را میخوری، گفته اونجا رستوران نیست که خواهش شما را اجرا کنند. خب میرسد روزی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزه دیوار زندان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. این محمد اقبال لاهوری گفته است. مرحمت مهمان برنامه اگر آماده باشند قبول میکنیم. السلام علیکم. ما شما رو میشنویم. همان صدای در دستتان چی هست؟ گوشه هست یا کم صدا هست؟ به فکر ما رو نشنیده ایستادند. طبق معلومات سردار ریاست مسائل مهاجرتی وزارت کارهای داخلی، اجازه ورود بر روسیه رد شده. خب روسیه گنرال لیتنانت پلیس والنتینا کازاکووا تا اول ماه اکتبر در روسیه حدود 7 میلیون مهاجر قرار داشتند که تنها شمار نچندان زیادشان غیر قانونی حضور داشتند.
و دارند کارمندان خارجی که خود را به قید مهاجرت گذاشتند، لیکن تا 30 سپتامبر به دراز کردن مهلت حجت‌های اجازتناموی فرصت پیدا نکردند، بودوباش خود را تا 30 دکمبر سال روان قانونی کردن میتواند. این هم یک خبری خوش است. یعنی فقط تا 30 سپتامبر نیو اونها را باز داشته، دیگر دیپورت کردن نمیگیرند، چون که اونها فرصت نداشتند حجت را عوض کنند. دائما کدام یک مثلا برای پتنت هم، برای دراز کردن مهلت آن هم به اداره های در روسیه بوده می روید، دائما نوبت آنقدر بسیار است، آنقدر مردم بسیار هستند و برمیگردی به کار، مجبور می شوی، آنگاه باز هم وقت فرصت نمی شود که مهلت بودوباش خود را ادامه داده باشد. خب در آغاز برنامه ما درباره دل گفتیم. یک دل و صد ره چگل، یار ندارد اصیل، نفس بماند سبیل، حیف دل، حیف دل. منزل سبحان دل است، مرکز ایمان دل است، بهر چی ویران دل است، حیف دل، حیف دل. در دل صد خانگی، دلبری دیوانگی، خانه چی ویرانگی، حیف دل، حیف دل. یک دل راهش سیاه، شوق شراب و قدح، ترس کجا از گناه، حیف دل، حیف دل. جان تهی از سبق تا بکید در رمق، حیف نظرگاه حق، حیف دل، حیف دل. دل نظرگاه خدا میگوید، دل نظرگاه تعالی است، کف سنگ نکن، با خدا جنگ نکن. این شعر رو برای چی خواندم؟ همین دادر امین الله گفتند که یک حافظان را تماشا میکنند، یک بی‌ترتیبی ها را تماشا میکنند، یک بحث و جدال میان یک جنس مخالف میرود در افیر، در پخش های مستقیم، مضمون ندارد. خب از جامعه که بزرگان رفتند، یعنی پیران نصیحتگو رفتند، از جامعه که اصلاحگران رفتند، دیگر اصلاحگر آنجا نمیماند و آهسته آهسته محیط ویران شده رفتن میگیرد و اهل محیط ویران را اداره کردن آسان است. میدانید چرا؟ اهل محیط ویران از جهت شعور و سوادناکی و بیداری تماما کاستند، یعنی خواب هستند، خواب هستند و نفرانی که میدانند که این اهل طرب، اهل رقص، بازی خورسنده گفتند خودشان را، اما بهوده و بیهوده موسیقی و رقص کرده دیگر تماما آگنده همان راه شده رفتند، دیگر از معنویات و از مدنیت دور ماندن. اینها مردم خوابیده محسوب می‌یابند، اما آنها که درک میکنند که همین حالت نادرست است اما صدا بلند نمیکنند، صدا بلند کردن نمیخواهند یا میخواهند و هراس دارند، اینها خود را به خواب زدند. خوابیده را بیدار کردن میشود، اما آنهایی که خود را به خواب زدند بیدار کردن نمیشود، چون که بایها خواب نیستند. خود را به خواب زده را بیدار کردن دشوار است و خودش را به خواب زده است. هرچند میگوید که بیدار شو، این سرزمین از آن توست، تاجیکستان از آن توست، باید آباد کنیم، باید قوه کاریمان را صرف روسیه کرده برای آنجا عمارت‌های آسمان بوس بنا نکنیم، اهل وطن هم بیخانه ها هستند، وطن را آباد کنیم، اما آنها حرفی نمیزنند، میگویند آرام باش، به سیاست دخالت نکن. به سیاست چگونه میتوان دخالت نکرد؟ چون زندگی خودش سیاست است. در خانه اگر پدر زنده باشد و حرف مادر گذرا باشد، بر همه چیز علاقه سیاست ویران است. علاقه سیاست ویران است در خانه که پدر زنده اما مادر راهبر است، زن راهبر است، مرد سرخم است، علاقه سیاست ویران است. و همین گونه که علاقه همین در خانواده سیاست هست. سیاست باشد، روش زندگی اهل خاندان دیگرگون می شود. من اینجا زن را کم حقوق نمی گویم، کامل حقوق، هر دو برابر حقوق هستند،
اما مرد به هر حال ذکی‌تر است، ناوابسته از سواد بلند یا پایانتر از زن داشتن مرد خانواده. فراست او، فراگیری درک او، خلاصه براری مرد دیگرگون است. زن از روی احساس خلاصه میبرارد، مرد از روی عقلش خلاصه میبرارد در هر کار. خب دیدار میرسد، این موضوع برنامه امروزه ماست. من خیلی اینجا خرسند هستم که نیم ساعت پیش، رسا نیم ساعت قبل از آغاز برنامه همین چت پهلوی برنامه گیران بود و همین نیم ساعت من پیامک های شما را یک یک میخواندم. اونجا حزل و مطایبه هم بود، خیلی خوب بود. اونجا احادیث پیامبر هم بود، خیلی خوب بود. نصیحت باب بود و خیلی حرفای خوش هم آنجا دیدن ممکن بود. می توانید طریق چت هم مراجعت کنید که در برنامه چی های صدا داده باشند. می توانید برآمده هم با چهره یا بی چهره زنده برآمد کنید. اگر زنده برآمد کنید آنلاین خیلی بهتر می شد. خب خدا خواهد، خدا صبرم ده گفتن، خدا خواهد البته دیده ها به دیدار می رسند. به وطن همه ما بر می گردیم. خون نافمان ریخته میگویند، یعنی اون وطن از ماست. در وطن بوده به یاد وطن بی وطن است، به وطن بوده در یاد وطن در وطن است. ما همانا به یاد وطن هستیم. من در همین اروپا حتی همین کوچکترین یک بازیگاه تفلکان را میبینم که آنجا به روسی اترکسیون میگویند، بازیگاهی که هم چرخ بالک دارد و هم لغژانک دارد که از تنوکه ساخته شده. از این پایه ها بالا می شوید، از نردبان از لغژانکش لغژیده می فراید، کودکان می فرایند. من همین ها را حتی نگاه می کنم و همان پروژکت، یعنی همان طرحی کشیده شده بازیگاه را در مغز خود نگاه داشتن می خواهم، رسمش را می گیرم. با چه خاطر؟ مگر جاهای زیبا نیستند؟ هستند. من با آن خاطر رسم میگیرم و تماشا میکنم که در تاجیکستان البته یک روز رفته همین طرحهای کودکان را میسازیم و این نیتی خیلی خوب است. من دیگر نمیخواهم که در کوچه های تاجیکستان کودک در دستش سکیچ و سوزنک و ریزین و باچه های گرفته گردد که فروشد. من نمیخواهم کودک تاجیک در کوچه یک لینچه در کتفش همان پلاستیکی ظرفا را، یعنی باکلاچکه ها را جمع کند یا کاغذ جمع کند برده فروخته 4 دان نان چپاتی خریده بیارد برای خاندان که پدر ندارد، به جای پدر یک کمکش بر مادر رسد، یا برای خریدن پای افزال برای در مکتب پوشیدنش خودش پول جمع کرده آورده به دست کنی مادرش دهد، مادر جمع کند. نمیخواهم، من میخواهم کودک بازی کند، کودک بازی کند. کودک همین میخندد که کودک خنده بی‌غبار دارد، گوش کردن میخواهد. حتی خنده کودکان را ثبت کرده گرفته ماندن. هر زمان آدم گوش کند غبار دلش میبراید. چرا من خندم فارم نیست، کودک خندد فارم است؟ چرا شما خندید و طرز خنده کودک بی‌غبار نیست؟ چون که دلش که بی‌غبار، خندهش هم بی‌غبار است. چون که وای در دلش یگان علم در غصه ندارد. وای که میخندد بی‌غبارانه بر گوش آدم میفورد. من میخواهم بازیگاه ها در تاجیکستان باشند و همان زمین هایی که برای بازیگاه کودکان ساخته شده بود دیگر حکومت بر استاهای ماشین نفروشد، دیگر بر کارچلان ها نفروشد، آنجا مغازه لباس نشود، بازیگاه باشد، کودکان بازی کنند. کودک اگر در کودکی با جوش و خروش بازی کرده نگیرد، هنگام کلان می شود از بازی سیر نمی شود و کودک میزاج می ماند و دیگر عقل سالم مردانه، تفکر خوب یا مادرانه هم داشتنش دشوارتر است، چون که با یک کودک بر این میماند، سیر نشده است از کودکیش، سیر نشده. در بزمگاه ها وقتا که برنده می شدیم، صدر محفل بزم های عروسی، بسیار از مادران خواهش میکردیم که کودک نبیارند، کودکانشان را در نزدشان گیرند. اما گاها فکر میکردیم کودک بیچاره تاجیک کجا هم رود، کجا رود؟ یک تماشاگاه کودکانه، یک بازیگاه کودکانه، یک حوض کودکانه که چکر نیست، فقط همین وجود کوچکی او را فرا میگیرد که بازی کند، در نهان در آمده آب بازی یا خاک بازی کند، کم است. یک در پایتخت 2-3 تا یا در خوجند باستان در مرکز
در استرافشنی ما یک دو تا هست همگی، آن هم انداز بسته شده است که صاحبانش انداز را پرداخته نمیتوانند و خیلی ها را علاقه فعالیتش را هم قطع کردند متاسفانه. و به همین خاطر است که بازیگاه ها را حتی دیده هوس میکنم. من مادروار بازیگاه را دیدم، خیلی مردان هستند که انشاءات های بزرگ را، کارخانه های کلان را میبینند. در تاجیکستان یادم هست در دهه ها مردم دهه هایی که آبشار است، یعنی کانال های بزرگ آب دارد، گیدران دارد، یا که در آنجا نیروگاه های خردکک هم برای ساختن دستگاه ها آورده بودند، اما باز هم از چندین اداره رفته فشار دادن، آنها نتوانستند همان نیروگاه خردکک را سر آب نصب کرده برای یک دهه خردکک خودشان برق تامین کنند، نمیگذارند فعالیت کردن. از اینجاست که میدانید من کم کم چرا سلفیده ایستادم، چون که من بسیار حرف زده ایستادم. شما چرا به من رحم نمی کنید؟ آخر وارد شده خودتان حرف زنید. همین حرفایی که در چت می نویسید خیلی حرفای خوب است، می توانید وارد شده حرف زنید. ببینید احمد علی چی نوشتن: مادر جان کاش که من هم مادر می داشتم. چی مشکل است به مادری؟ در آمده اگر در افیر درباره مادرتان کمتر گپ میزده، دیگرها هم وارد شده از مادر خود حرف میزدند. شکر که مادر هست، اما وقتی مادر از دست می رود، همون در خاطر دارید یک فیلم بود تنگین، می گفتیم ملکه قصر، گنجینه قصر، جواهرات قصر بود نامش، و همین یک همشیره شفقت بود تا درجه علمی برآمد در جاده طب و در جاده پزندگی و گیاهشناسی و همین زن بر ملکه مادر پادشاه سوال داده بود درباره مادر. او کیست که هنگامه هست کوه بزرگ، همه چیز هست در خاندان، مهر و محبت هست، یک دیگر فهمی هست، همه چیز پایدار است، معاشرت خوب بین اهل خانواده. وقت او این کوه بر هم میخورد، همه جا را آبزیر میکند. به جای مهر و محبت تلاش میآید در خانه، تلاش میراث. و همین جواب کیستانش مادر بود. دهر به نقصان بود. بله کانال شما را بکنم. سلام علیکم. علیکم سلام. برای ماشین هستید؟ خاموش کنید، به ملال حرف زده میتونید. صدای یوتیوبشان بلند است یا در راه هستند به فکرم. دهر به نقصان بود، عیب ها پنهان بود، راه بخت آسان بود وقتی که مادر بود. نان گرمم میداد، جای نرمم میداد، درس شرمم میداد وقتی که مادر بود. دامنش بوی بهشت، یاد نیکوی بهشت، من بودم روی بهشت وقتی که مادر بود. سرمان بالا بود، همه جا بر جا بود، کیزی غم پروا بود وقتی که مادر بود. مادر جانها باشند، تشنه دیدارتان باشند و دعای نیکشان شما را بر وطن برگرداند. وطن خودمان، وطن خودمان. چای گرم پیشکش کردن ما خواهرکی عزیز. خب نوش جان بر شما هم بر ما هم. اکای حسین فیر دارند، امروز باید تا آن بیدار باشند، یعنی خوابشان را گرفته تا آن بیدار باشند. فرصتی ما هم 20 دقیقه مانده است. در همین 20 دقیقه می توانیم زنگ‌های شما را قبول کنیم و با شما گفتگو داشته باشیم. شما می توانید موضوع برنامه من بعده را خودتان پیشنهاد کنید. در موضوع برنامه من بعده چه موضوعی را گذاریم؟ باز هم خبر آماده میکنیم، خبرهایی که راجع بر مهاجرت است آماده میکنیم و سمتان میگذاریم تا موضوعهای دیگرگونه برای گپ زدنتان باشند. واتساپ نمر مانید، افیر در آمدن آسان باشد التماس گفتن. نسیما موسوی و واتساپ ما گیران نیست مگر؟ استریلکر پایان کنه بگو اونجا در
چی نیسته چت نیسته یا او ستریلکا را پویان کنم گو همجا هسته سیلکا هسته سیلکا را گذارند که بله از سیلکا هم وارد شدن ممکن است. درست گفتید دادر تا برای اشتراک کنند. واقعا خیلی ها میگویند که چگونه در برنامه اشتراک میکنیم. برنامه یک لینک دارد، انگشت نهادن با تلفن موبیل لمس کرده میگذارید که کنوپکا نیو تگمچه نیو لمس با تلفن تگمچگی وارد شده هم نمی شود و از آنجا وارد شده حرف زدن ممکن است. یک از نعمت های الله هست مادر که بهترین نعمت است. خوش به حال کسی که مادر دارد. به درد دل کسی است که دلبر نداشته است، به درد سر کسی است که خود سر نداشته است. بدبخت آن کسی است که در عرصه حیات یک دشمنی به خویش برابر نداشته است. به دولت آن کسی است که مادر نداشته است. این شعر لایق شعر علی بود. من پراکنده خواندم مصرع ها را و حافظ افضل شاه میخواند همین سرود را. به دولت آن کسی است که مادر نداشته است. درست، دولتی سرمان مادرمان دعاگویمان. و وقتی در سال 2001 در کراسنایارسک روسیه زندگی میکردیم، اونجا یک وادی بزرگ است که بعدتر به شهر مبدل شد، حالا که به شرافت مهاجران تا رفت زیباتر شده ایستاده است. سال تا سال بناهای بلند آشیانه قامت افراخته آنجا را زیباتر میکنند. در همین کراسنایارسک یک بچه که لولی جوگی میگویند در جنوب کشورمان، یک جوگی بچه گم شده است. یک جوگی بچه سیاه جرده جنگلموی است. خیلی که مولانا جامع نوشتند درباره لیلی که یک سیاه جرده جنگلمو بود، مرغولموی و پسرک در بازار گم شده است و همواره گریه میکند که مادری مرا پیدا کنید. پلیس مادرایی که در بازار بزرگ است آخر فرزندشان را گم کردن، مادران را یک یک گرفته میبیارد و کودک نشان میدهد. مادر را میبیند میگوید آخر چند بار به شما گویم مادر من آخر زیبا است، این مادر من نیست. همین مادران را دیده یکم همین حرف را میگوید. چون مادرش را پیدا کرده میآیند، مادر پروا ندارد که فرزندش گم شده و جوکی است. در دستش یک نانپزی کلان، یک اسکبرده، یعنی یایلاهو میگویند یا تابه میگویند به تاجیکی، همین تابه بزرگ گرفته داخلش 1000 اسپند یعنی استریق دود کرده در بازار گشت است. کودکش در کدام یک طرف دیگری بازار و دلش پر است که مییابد روند و همین مادرش را پیدا کرده آمدند. لولی ها چه خیل میکردند جوگی ها، قبط لباس و یگان یک حسن جاذبه داری هم ندارد. اما کودک مادر را دیدن زمان بر کنارش دویده رفته، آغوش گشاده با پلیس نگاه کرده میگوید من به تو گفتم که امکی مادر من زیبا است. برای وی مادرش زیباست. برای همان جوگی بچه مادرش زیباترین دنیاست. مادرش همان لیلی که شب زیبا می نماید. لیلی که همین خیلی معنا داشت، یعنی شب بر این سیاهک بود، مهم نورانی بود، زیبا بود. خب برنامه پرنده های مهاجر است. این طریق تلویزیون پیام، یوتیوب کانال پیام تیوی صدا داده ایستاده است و فقط برنده حرف زده ایستاده است. سویما سید و دیگران در چت می نویسند، اما از اشتراک خودداری کرده ایستادن. چرا نمیدونم. برای 351 لایک که گذاشتید با ما خیلی منتدار هستم. 284 نفر اشتراک میکنن و از اشتراکشان هم خیلی منتدار هستم که ما را گوش میکنند. باز در این برنامه کدام موضوعها را گوش کردن میخواهید؟ در کدام موضوعها چگونه نوارهای آماده کنیم؟ از حیات مهاجران شاید در برنامه‌های دیگر از حیات مهاجران نوارهای هم آماده شوند، چون که من با جد و جهد من بعد دامان من برنامه را گرفته سخت کوشش میکنم خیلی خوب باشن، چون که دیگر خواطری ها از مغز من بیرون شده. دیگر من به دیدار فرزندان خود رسیدم. خب دیدار میرسد. خب کسی چی سوال دادن دیگران؟ خب به هر حال هر چی که سوال باشد هم بگذار.
دیدار میرسد. نام برنامه امروزه ما، موضوع برنامه امروزه ما، نامش پرنده های مهاجر، موضوع دیدار. لحظت دیدار یا لحظه دیدار میرسد، فرا میرسد لحظه ای که همه ما را خداوند بر دیدارمان میرساند. اگر آنهایی که نتوانستند بر دیدار ما در جان خواهران دادران برسند، برگشتند که یگان نفری عزیز خانواده را از دست دادند، اما دیدار در قیامت هم میرسد، چون قیامت حق است. قیامت حق است، در قیامت میرسد. اگر در این دنیا نرسید، به هر حال میرسد، دیدار میرسد. مرحبا، نفر دیگر رو قبول میکنیم. وارد شدن. غریب بچه نام دارند. نه، نامشان خوب است، با همین تخلص وارد شدن. بله دادرم، گوش میکنم. الو. بلندگوی خاموش شد. باز هم بلندگوی خاموش شد. برنامه ما یگان شاید کمبودی داشته باشد که اشتراکچی ها وارد شده حرف نمیزنند. بله، کم ترک میچسبد اپا خی در اینجا نامشه ما در کانت سنوی همین روسیه ده سیویش سوستر ایازی دل نیمه میدوز این ما گب زیستم با فکرم ایمان نچست. با فکرم ایمان نچست بیسته همین وارد شدیم برادر التماس میکنم گب زنین. مقصد همینجا یک علاقه سوز یا من که اینقدر سیاسی برنامه نمیبرم، با همین خاطر بله بله پیام همگی اهل سیاست هستند، در همین جا تشکل یافتند، میتوانند در همین جا حرف زنند. شما پیشتر سیلکر خب پیشتر چی را میمونین اونا مقصد فلان ساعت سر میشوه با همون خاطر و دمو خیال میکنن که اکه شوکته با همون خاطر زنگوله را میجیخن مقصد چی میکنن که خبردار شود. با همون خاطر شما فقط همین مقصد در مهاجرت سخن میزنید، برای هم خاطر ممکن میدرن حیران شده میمونن. یعنی طرح همین برنامه چنین ریخته شده که محض برای مهاجران باشد و من بعد وعده میدهم برنامه باز هم جالبتر، جذابتر، دیدنی بابتر می شود. من وعده میدهم. شجاعتر سختتر سخن گفتن در کار که تو یعنی تاجیک ما اگر تا جایی که هم جزستی نباشه اگر نمیدرن اپا جون. بعد اگر اگون چی باشه بعد فساد در تاجیکستان یک برنامه کنه که چه خیلی برنامه میشه. مقصد فسادی وازی میبینم با درجه بسیار شیسته ایس دخترها را برده خیلی کسان اونا یک برنامه آزادی را امیروز سهر تماشا کنم یک کودک 10 ساله را کدام پهت حیوان همین 25 ساله بوده یا 28 ساله بوده کراچی میگیرش هم خیلی تجاوزش میکنه. او کودک بیچاره 10 ساله در سودی همون طرف های هم خوجا نمیدونم کجاش بود همجا حل کرده نتونستیم. بعد بیچاره خسته اومد دوشنبه در برنامه آزادی با هم دوشنبه دم تصدیق کردن. در او تصدیق او کراچی راضی نیستم، میگم دوشنبه خطا کرده ایجاش روز گفته. مقصد همون بچه را خیلی کردن که آزادی در گشته 3 روز ببین که کودکای ما ایس او روز یک برنامه همون تاجیکستان برنامه چی دا یک گروه 24 یا برنامه کرد که همه بچه ها مقصد میرخصونن بچه ها را در پیش پرزیدنت. ببینن که اپاجان برای رخصاندن این مردک باید یک چیزی خچه داشته باشه، یک آر ناموس خچه کم ترک شهر نیست که بخیزی هر دفعه در پیش مردک های او یک بچه ملکه سعید و که اومد در اسیه قرقص کردی سوسو
گرفتن جایزه بلند دادنش که او با دختر شوکای چکنی دختری را میپوشه و یا نه خیلی چیزای تنگ بیزه با میپوشه. ما ببین که با درجه همین گفته جایزه بلند بگیریم اگر گفتی گپا ای مادر چه خیلی برو من هم خیلی هم با فکرم هیچ شو نگویم هم خیلی هم برای همون جایزه بلند همین کارم بکنم ممکن و هم خاطر گفتنیم که نکنیم به خدا قسمی. فکر میکنند آبرو را نه. بله میفهمم دادر شما را. این خیلی خبرها رو خوانده ایستادم. اگر وابسته بر مهاجرت میشد که این گونه خبرها رو هم آماده کرده تهیه کرده میگذاشتیم. یک نفر اینجا نوشتند که همش خوب است، تشکیل دوشنبه نامشان همش خوب است، واتساپ را پیوست کنید. ها به فکرم چی کرده نمیتون طریق لینک وارد شده نتوانستند که واتساپ هایش میکند و خیلی دیگر پیامک ها اینجا. خب بر نوشته ایستادم، ما یک همش را خوانده ایستادم. اگر فرصت پیدا نکنم که بخونم بعد برنامه همین ها را قرائت میکنم. کمتر یکی دیگر فرصت از برنامه باقی مانده. برنامه پرنده های مهاجر، این یوتیوب کانال پیام تیوی، رادیوی پیام داریم. ما در رادیو هم برنامه های تربیوی از جهت شریعت ترازوی عمل یک برنامه است که تمام خصوصیت های هم تجارت را، تمام پست و بالای هم ساحه تجارت را، هم بانکی را، دیگر جاده ها را از نگاه شریعت آنجا تحلیل میکنند و کارشناس ساحه هم هستند. برنامه آستانه داریم که خانوادگی است. تمام مشکلات و خوب و زشت و همان پست و بلند و آنچه که وابسته بر خاندان است در برنامه آستانه گفته میگذارند. آنلاینی همینجا میشود، فقط به چهره. و خیلی دیگر برنامه های اطلاعاتی هم داریم. اطلاعاتی از جهت اقتصادی هم هست، اطلاع سیاسی هم هست، خیلی بسیار. رادیو پیام هم، تلویزیون پیام هم فعالیت میکند. از تلویزیون پیام هم درباره کشورهای دنیا، درآمدناکیشان، ثروتشان، مبلغ سالانه درآمدشان، راهبرشان، سیاست پیش گرفته و راههای ترقیات این کشورها، از تاریخ از زینه به زینه بالا رفتن این کشورها هست در آنجا. بزرگان در صحیفه تاریخ یک برنامه داریم در هم رادیو پیام هم در تلویزیون پیام که از گذشتگان ما، از بزرگان ما آنجا معلومات داده می شود از زندگی نامه بزرگان که کمینه آن را آماده می کنم بزرگان در صفحه تاریخ و خودم هم خیلی بسیار از آن می آموزم، بسیار می آموزم از عالمان مسلمان، نوابسته از دینشان، عالمان دیگر دین هم، عالمان دنیا، همان نفرانی که بزرگ بودن در زندگی و از خود باقی ماندن، یگان کشفیات بزرگ یا یگان کتاب های بزرگ، خواه درباره دین باشد، خواه کشفیات علمی باشد، ادبی فرهنگی باشد. خب تا این دم در خدمت شما بودم. من سایمه سیدова و تنظیمگری آواز ما هشام عبدالمنان. خیلی خرسند هستیم، خیلی منتدار هستیم که در برنامه اشتراک کردید. خیلی خرسند هستیم که وقتی پرقامت خود را دریغ نداشتید. من وعده میدهم که برنامه من بعد باز هم از خبرها درباره مهاجران طرحریزی شده، در آن خبرها درباره مهاجران می شود، آن را ما تهیه کرده میگذاریم و یگان موضوعهای جالبتری هم آماده میکنیم. اگر به فکرتان یگان موضوع خوبی هست و در برنامه باز چی های صدا داده باشند، باز درباره کی حرف زنیم، شما می توانید در شبکه اجتماعی فیسبوک به صفحه من سایمه سیده و نویسید. صحیفه اونجا بسیار از سایمه سیده و اما یک صحیفه که آنلاین، یعنی سبزک، چراغی که سبزش گیران است، بر آنجا نویسید. من همواره همین ریکلام و اعلان برنامه را در صحیفه خود میگذارم، از آن شناختن ممکن است.
باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. من باز به دیدار شما میرسم، گفته امید میکنم تا سه شنبه دیگر تا برنامه دیگری پرنده های مهاجر. شاد باشید ای عزیزان حلیم خیر.